امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم که شاید خیلی همون شنیده باشیم ولی واقعا عمقش رو درک نکرده باشیم. یه چیزی که حتی اینشتین دربارش گفته هشتمین مورد از عجایب جهانه. اگه یاد بگیری درست ازش استفاده کنی بهت پاداش میده، اگه درکش نکنی علیهت کار میکنه. درود دوستان، مهدی هستم و تو این کانال تمرکز ما روی آموزش‌های سرمایه‌گذاری برای ساکنین اروپاست. با آن همراه باشید. خب بریم ببینیم اصلا سود مرکب یعنی چی و چطور میتونه زندگی مالی آدم رو زیر و رو کنه. خب سود مرکب به زبان خیلی ساده یعنی سود روی سود. یعنی شما یه بار سود میگیری و دفعه بعد سود جدیدت هم روی اون سود قبلی محاسبه میشه. مثلا فرض کنید 100 یورو دارید، سالی 10% سود میگیرید. آخر سال اول پولتون میشه 110 یورو. سال دوم سود رو فقط برای اون 100 یورو نمیگیرید، یعنی از روی 110 یورو حساب میشه. یعنی 110 یورو به علاوه 11 یورو سود میشه 121 یورو و همینطور هر سال عدد بزرگتر و بزرگتر میشه. در نگاه اول شاید خیلی این ساده به نظر بیاد ولی وقتی زمان میگذره اون رشد به شدت زیاد میشه. این همون جاییه که به قولی جادوی سود مرکب اتفاق میفته. بذارید یه مثال واقعی تر با هم مرور کنیم. فرض کنید ماهی 500 یورو پس انداز میکنید و اون پول رو جایی سرمایه گذاری میکنید که به طور میانگین سالی 8% بهتون سود میده. خب این یه سایتیه که ما میتونیم ازش به قولی سود مرکب رو باهاش حساب کنیم. سایت های دیگه هم وجود داره، حالا من این رو براتون حتما تو دسکریپشن میذارم. خب من میخوام از این سایت استفاده کنم برای این محاسبه این سود مرکب یا کامپاوند اینترست. حالا اینجا من میذارم یورو. مثالمون این بود که 500، البته اصلا سرمایه گذاری اولیه رو میذارم 8% بگیریم. من حتی این سود سالیانه رو میذارم به صورت سالیانه، یعنی ماهیانه حساب نمی کنم. ببینید هرچی سود زودتر بیاد تو حسابتون اون سود روی سوده خب بیشتر میشه دیگه. یعنی این خیلی مهمه که شما موقعی که سرمایه گذاری دارید انجام میدید سودی که دارید میگیرید به صورت روزانه است، به صورت هفتگی، 2 هفته است، ماهیانه است یا سالیانه. حالا ما چون سرمایه گذاری داریم در رابطه ETF ها و سهام و اینجور چیزا صحبت میکنیم، بهتره که اینو بذاریم رو سالیانه. بگیم مثلا آخر اون سال اینقدر سرمایه ما رشد کرده، خب پس اینو میذارم سالیانه. حالا میذارم اینم برای 5 سال، ماهی هم 500 تا. خب بزنیم ببینیم سال پنجم ما چقدر پول خواهیم داشت. به سال پنجم ما تقریبا 36,000 و خورده پول خواهیم داشت که 6,490 تاش سودیه که ما گرفتیم و اون بحث حالا سود مرکب و سود ساده‌ای که حالت چیز تعلق میگیره. حالا ما این بیایم این 5 سال رو کنیم 10 سال، اینو یه محاسبه دیگه کنیم. ببین 36,000 تا شد 90,000 تا و 30,000 تاش سوده. ببین الان تقریبا 30% این یا 33% این مبلغ سوده تو 10 سال سرمایه گذاری. تو 5 سال ببینم این چقدر بود. تو 5 سال ببین درصدش خیلی کمه، یعنی اگه 6 تا هم حتی حساب کنیم تقریبا 15-16 درصد این پولی که وجود داره سوده. حالا من اینو میذارم رو 20 سال ببینیم چقدر میشه. به تو 20 سال تقریبا شده 284,639 که 164,000 تاش سوده. ببینید 164,000 تا یعنی تقریبا از 50% هم بیشتر، از تقریبا 50-60% این پولی که وجود داره سوده. همونطور که میبینید پس زمان هرچی بیشتر بشه اون سوده خیلی بیشتر میشه. حالا بیایید درصد رو یکم تغییر بدیم. خب الان مفهوم یعنی مهم بودن زمان رو اینجا درک کردیم که شما زودتر شروع کنید یا دیرتر شروع کنید خیلی فرق میکنه. حالا ما اینجا 8% رو میکنیم 10%. ببینیم این 284,000 تا چقدر میشه. میشه 359,000 تا با 2% تغییر. یعنی
بذارید 1% کم کنم دوباره اینو یه نگاه بندازیم. 305 تقریبا 40-50 هزار تا فرق کرد فقط با 1% تغییر. پس این درصده و این زمانه خیلی مهمه، اینو حتما مد نظر داشته باشید. پس هرچی زمان بیشتر و نرخ بازده هم کمی بالاتر، نتیجه چند برابر میشه. و جالب بدونید که سود مرکب دو طرف داره، هم میتونه به نفع شما کار کنه، هم میتونه علیهتون. مثلا اگه شما بدهی دارید، بدهیایی مثل کارت‌های اعتباری و اینا، اونجا هم سود مرکب فعاله، یعنی ولی بر علیه شما فعاله. یعنی بدهی میاد رو بدهی، چون هر ماه سود میاد دیگه. اگه شما پرداخت نکنید دوباره رو اون سود بدهی هم دوباره یه بدهی میاد. پس اینو مد نظر حتما داشته باشید. حالا بیایم یه مقایسه ساده تر و ملموس تر داشته باشیم، یه سناریوی فرضی که این قضیه رو بهتر درک کنیم. فرض کنیم که دو نفر ماهی 300 یورو دارن پس انداز میکنن، ولی نفر اول از 25 سالگی شروع کرده و نفر دوم از 35 سالگی. این نفر اول 10 سال زودتر شروع کرده و هر کدومشون هم 8% سالیانه دارن سود میگیرن و تا 65 سالگی میخوان اینو ادامه بدن. حالا من 65 سالگی رو انتخاب کردم به عنوان سن حالا بازنشستگی. خب بزنیم ماهی 300 یورو. ببینید نفر اول 25 سالگی شروع کرد تا 65 سالگی تقریبا 40 سال. میزنیم 40 سال و این هم همون صفر. این هم که قرار شد بزنیم 8%. خب اینو الان محاسبه کنیم ببینیم چقدر میشه. یعنی اون نفر اولی که 25 سالگی شروع کرده تو 65 سالگی 966 هزار خورده‌ای خواهد داشت. یعنی 822 هزار یورو سود اون پولاست. خیلی عدد خوب، خیلی زیادی. یعنی 70-80% اون پولی که اون فاندی که وجود داره، یعنی عملا همین سود پولشون بوده. حالا بیاید حساب، حالا اینو من اون 10 سال کم میکنم 30 سال، ببینیم فرقش چقدر میشه. ببینید تقریبا نصف شد، شاید نصف هم کمتر فکر کنم. 966 شد 422 هزار. یعنی اونی که 10 سال زودتر شروع کرده، ببینید چقدر اون مبلغ آخری که به دست میخواد بیاره چقدر فرق میکنه. پس این هم دوباره همون بحث زمان و درصد و اینا رو، حالا این تو این یه مورد بحث زمان خیلی خواستم بولد کنم که بگم زمان چقدر تأثیر خیلی عجیبی داره روی این قضیه سود مرکب. خب اینجا معلوم میشه که تو سود مرکب همونجور که گفتم زمان یه جوره از پول مهمتره. برای اینه که همیشه میگن اگه هنوز سرمایه گذاری رو شروع نکردی بهترین زمانش دیروز بوده، چون دیروز گذشته الانه. پس شروع کنید. حتی اگه مبلغ کمی دارید به صورت ماهیانه، حتی نمیدونم 10 یورو 20 یورو 30 یورو، فقط شروع کنید، چون زمان خیلی بهتون کمک خواهد کرد. ولی اگه بشینید بگید که نه حالا من ماهی الان میتونم 50 یورو مثلا سرمایه گذاری کنم، حالا فعلا ولش کن 2-3 سال دیگه ببینم اگه بتونم مثلا با 500 یورو شروع کنم. نه، شما با همین 50 یورو شروع کنید، برید جلو، هر موقع تونستید اون مبلغ رو اضافه کنید و نتیجهش رو حتما میبینید. سود مرکب یه جورایی عاشق آدمای صبوره، نه لزوما پولدار. یعنی شاید اولش این رشد پولتون رو حس نکنید، ولی چند سال که بگذره یواشاش متوجه میشید که این پول واقعا داره رشد میکنه و عددهای بالا رو خواهید دید. همونطور که بالا جمله اینشتین رو گفتم، کسی که سود مرکب رو میفهمه ازش سود میبره، کسی که نمیفهمه اون رو پرداخت میکنه. حالا این ترجمه تحت لفظیه، ولی منظورش اینه که اگه شما پولتون رو سرمایه گذاری کنید و بتونید سالیانه یه سودی به اون پولتون اضافه کنید، همینجوری سود مرکب به نفع شما کار میکنه. و اگه اونو نفهمید و برید مثلا پول قرض کنید مثل کارت‌های اعتباری، همینطوری به قرضتون ماهیانه اضافه میشه و چون اضافه میشه هر ماه داره این اون ضرره برای شما بیشتر میشه. پس اگه بخوام خلاصه بگم، 1. هرچی زودتر شروع کنید. 2. صبر کلید این قضیه است.
3. حتی درصدهای کوچیک با زمان اثرهای باور نکردنی دارن. 4. نذاری سود مرکب علیهتون کار کنه. بدهی‌های با بهره بالا رو زودتر تسویه کنید. و در نهایت سود مرکب فقط یه فرمول ریاضی نیست، یه فلسفه فکریه. بهتون یاد میده که پیوستگی و صبر و دید بلند مدت که ما همیشه روش تاکید میکنیم تو هر کاری جواب میده. نه فقط سرمایه گذاری، حتی توی یادگیریتون، رشد شخصیتون و هر مسیر موفقیتی. من حتما لینک ماشین حساب رو تو دیسکریپشن ویدیو میذارم. برید خودتون عددها رو بزنید و ببینید که به چه صورته. حتما با اون ذوق و شوق خواهید رسید که انگاری میشه یه کارایی کرد. حتی اگه ما صاحب خیلی پول زیادی نیستیم یا یه بیزنس خیلی بزرگی نداریم که ازش مثلا پول زیادی در بیاریم، ولی میتونیم با همین سرمایه گذاری های کوچیک، نمیگم 5 سال دیگه، شاید 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، حداقل به یه ثروتی برسیم که بگیم میتونیم یه زندگی راحتی داشته باشیم. خب تا ویدیو بعدی یادتون نره، شروع زود، صبر زیاد و تمرکز روی بلند مدت. سود مرکب بقیه مسیر رو براتون میسازه. موفق باشید.